بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم که یه دوره کامل آموزشی جوجه‌های محلی رو خدمت دوستان عزیز ارائه بدم. در واقع از روز اولی که میخوایم پرورش جوجه ها رو شروع بکنیم تا تقریبا من حالا حدودا 2 ماه میخوام نگه دارم و مراحل و قدم خدمت دوستان عرض کنم. خدمتتون عرض کنم که من یه سالونی رو آماده کردم. الان نگاه میکنید حدود 40 متره. لامپاش رو میبینید که نصب کردم، تو سطح پایین نصب کردم به خاطر اینکه نور پایین راحت به جوجه برسه. از لامپ خورشیدی استفاده کردم. خدمتتون عرض کنم کل محیط داخل رو با مواد ضد عفونی کننده ضد عفونی کردم. دود دادم. بهترین وسیله‌ای که در اختیار دوستان از اونایی که تو روستا هستن از پهن الاغه که اینو توی حالا ظرفای بذارین، آتیش بزنین دود کنه و کل تقریبا 24 ساعت دود دادم. اینجا رو کامل ضد عفونی کردم. کفشون رو اگر نگاه بکنید بسترشون رو در واقع از سبوس برنج استفاده کردم، چون الان جوجه ها کوچیک هستن لازم نیست کل سالن پخش بکن. من توی این قسمت پخش کردم. آبخوری و دونخوری به میزان کافی در اختیارشون قرار دادم. 2 تا بخاری، یه بخاری برقی و یه بخاری گازی زدم. البته دما هنوز پایینه. من از دماسنج خدمتتون عرض کنم که دیجیتال که هم رطوبت بسنج و هم دماسنج استفاده کردم. الان دمامون روی 21 درجه است که خیلی پایینه. باید حدود 32 تا 35 باشه. البته جوجه های من در روزه هستن، جوجه یک روزی نیستن. جوجه های یک روزی روزهای اول دوم سوم باید بالای 35 درجه سانتیگراد باشه. و خدمتتون عرض کنم خب از هم دانخوری های در واقع سینی استفاده کردم که جوجه ها راحت دسترسی پیدا کنم و هم از دانخوری های مخروطی شکل و انواع و اقسام دانخوری هست. حالا میتونید از اونها هم استفاده بکنید. من این قسمت رو در واقع خدمتتون عرض کردم. بعداً توی ویدیوهای بعدی در واقع اون چیزای لازم و ضروری رو خدمت دوستان حتما خواهم گفت. فقط انتظاری دارم اینه که منو دنبال بکنید و لایک کنید که انشالله منم با علاقه بیشتری